سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من تی اف وایت هستم و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو بلند چنل من. آقا موضوع ویدیو از چه قراره؟ اگر از شورت ویدیو اومدید که میدونید، اگر هم از سرچ یوتیوب اومدید بازم میدونید دیگه، تامنیل داره ویدیو. آقا ولش کن. خلاصه که موضوع ویدیو از این قرار نیست که ما لگ میزنیم، ما ایرانی‌ها دیوایسمون ضعیفه، خیلی هم مثلا قویه، خوش فعالشون استفاده کنن لذتشو ببرن. بنازم آقا ما داریم زحمت میکشیم. آقا تا اینجای ویدیو اومدی با اینکه 30 ثانیه کلا گذشته، ولی لایک و ساب بکن که یه حمایتی از من بشه، دمت گرم. اینجا من فینیشری که گرفتم، دیدم انمی اومد، اول راجع به گیم پلی که حرف بزنم، بعد میام اینجا این یارو میخوام بزنم، تیرام تمام بشه دیگه. آقا نگران نباشید، من اینو نایس میکنم. آقا نگید نایس شد، این نوبستگه هستم ولی نه دیگه در این حد که دیگه اینجوری نایس. کجا بودیم؟ آها، خیلی هستن دیوایسشون آقا مثل من ضعیفه، من خودم با 12 پلی میدم. یا مثلا بخوای همینجور عشقی گیم پلی بگیری، نه که بگیری مثلا که بازی کنی، فقط همینجوری بازی کنی، لگ میگیره گوشید. آقا برات یه دونه آنتی لگ آوردم، یه دونه که نه 3 تا آنتی لگ آوردم. اگر بخوای گیم پلی بگیری لگ میگیری، اشکال نداره. واسط یه دونه چی آوردم؟ اسکرین رکوردر مادر تیم ملی رو A12 حتی جواب میده. به قرآن مجید تست کردم، به حضرت عباس چه قسم میخورن. آقا اینا نویف کردیم، اشغال صفا دیدی منگوله. بریم پایین بچه‌ها. آقا راستش بهتون بگم، ببینید این که گوشی شما لگ میزنه فقط مربوط اون سی پی یو بدبخت نیست. آقا شاید گوشی شما تا خرتناق پر حافظه رو خالی کن. شاید هم کلی از دانلودای کالاف دانلود کردی، بنده خدا یه گوشت نمیکشه. آقا اون دانلودا رو برو کم کن، دانلودا رو حذف کن اضافی رو. مثلا یه مچ مولتی رفتی، میگم یه مچ، یه سیزن رفتی مولتی لجند کردی دیگه، نخواستی ادامه بدی، خب مپاشو برو دیلیت کن. الکی فقط حافظه گوشته گرفته واسه میشه لگ بزنی، نتونی پلی بدی. و آقا چی بود؟ آها، یه برنامه براتون آوردم بچه‌ها که حافظه موقت گوشیتون یا همون رام گوشیتون رو چیز اضافهشو پاک میکنه. و اون بچه‌ها در از همونه که باعث میشه بیشتر که بازی رو روون تر بشه. اونو بچه‌ها چیز اضافهش پاک میکنه، نه چیزی دیگه به گوشتون آسیب بزنه یا چیزی، قشنگ چیزایی که مناسبه رو پاک میکنه خودش. بچه‌ها اگر گوشتون شیامی هم اون گزینه اون دکمه جارو رو بنازید دور، اون به درد نمیخوره. آقا اینجا یه انمی نمیرالمومنین ببینیم، بعد بریم سراغ اولین آموزش. آقا نکن دو تا شده دیل خورد نمورد، اینجا هم نیت می‌نازیم. حالا آفرین چی بیام سراغ ویدیو. بچه‌ها ببخشید که اینجا بعد گوشو کش کنید دیگه، شهرونده تقصیر من نیست دیگه، قدر ویدیو بود. آقا میایم تو برنامه قسمت ستینگ و آدیو ستینگ. بچه‌ها اگه روی این بذارید فقط صدای بازی رو میفته و چیز دیگه ای نمیفته دیگه. اگر رو میکروفون بذارید صدای فقط میکروفون تو میفته، صدای بازی نمیفته یا خود کولر رو. اگر روی این بذارید که هم صدای بازی میفته هم صدای میکروفون، که اونم بذارید که میوت میشه. من خودم روی این میذارم، روی این پلی میدم دیگه، قطعا خیلی پلی میدم. بیایم رو قسمت طلاییم و ویدیو ستینگ. بچه‌ها من خودم با این رزولوشن و کوالیتی و اف پی اس که میبینید پلی میدم. اگر میخواید با A12 بگیرید، A12 بچه‌ها رزولوشن رو بذارید رو 360، کوالیتی رو بذارید رو 1 و اف پی اس هم بذارید رو 25 20. حالا فرقی نداره خیلی 5 سر 5 تا اف پی اس، ولی حالا 25 بذارید که بالاتر باشه دیگه. خیلی کم تو عملکرد گوشتون تاثیر میذاره و باعث ضعیف‌تر شدنش میشه. اینم که خودکار رو اتو. بچه‌ها اینو حتما بذارید رو نورمال مود که خیلی از گوشتون کار نکشه. اینم بچه‌ها برای اینه که وقتی ویدیو رو استارت می‌کنی چند ثانیه طول کشه که شروع شه. من اینو خودم آف کردم که درجا شروع شه. اگر نمیخوای خیلی تمیز ویدیو بگیری، اینو هایدو بچه‌ها روشن می‌کنی که اون قسمتی که هستش که میخوای ویدیو رو خاموش کنی، اون دیگه ویدیو رو خاموش کنی، اسکرین ریکوردر رو خاموش کنی، اون دیگه معلوم نمیشه، بعد بالای صفحه خاموش کنی. اینا که موارد تنظیمات گوشیه، برای اینه که قسمتایی که تاچ می‌کنی لمس می‌کنی معلوم بشه. بچه‌ها حالا بریم سراغ چی؟ آفرین، بیایم سراغ کالاف. خود کالاف بیایم تو قسمت دانلودا، میین تو قسمت مپ ها. حالا من خودم براتون مپ مولتی پاک میکنم. تو قسمت اون سطل آشغاله رو میزنید، میاد اینجا دو تا دونه مپ حالا من انتخاب میکنم، 2 تا مپ. ببین بچه‌ها 2 تا مپ، کلا 2 تا مپ پاک میکنم. این بچه‌ها اینی که میبینید این 4 دقیقه طول کشید 2 تا مپ. شاید هم برای اینه که الان اینجا دارم ریکورد میکنم، داره به گوشیم فشار میاد، ولی 2 تا مپ 4 دقیقه، این 32 برابر شده سرعت این ویدیو. بعد میزنید بیرون، میاد بعد میزنید روش، پارت میشید بیرون، دوباره میرید توی بازی، میریم جلوتر. بچه‌ها آقا صدام چه عوض شده یا همینجوری بهتره؟ بیاین روی اینجا حالت میذاریم رو قبلا. آقا اینجا اون تنظیمات گرافیک من دیدید، اون بالایی هم که بچه فعاله رو بذارید رو آن. این زردن بچه شاید ندونید برای چیه، برای اینه که خود اکتیویژن گذاشته که گوشتون بهینه‌تر بشه وقتی گوشتون ضعیفه دیگه. آقا ایرانه دیگه، اینجا ایران است و این آقا
اینم بچه‌ها نکته مخفی، اگه خاموشش کنید وقتی دمیج میخوری صفحتون دیگه نمیلرزه، راحت رای نمیزنید یا فرار میکنید. آقا بنازم بریم سراغ ادامه. آقا به خدا دارم 5 دقیقه از حرف میزنم آقا، هنجرم درد گرفت آقا، ولی تو هنوز لایک و ساب نکردی. یه کامنت هم بذار اگه واسه اینا کار کرد. مشتی عشق می مولا به مولا فداتی به مولا. خب آقا بریم اول یه بات بزنیم عشق. اصلا بات رو میزنم به خدا احساس کنم بروکنم، به خدا نمیدونم چرا. اون که نه موفق دیدم باشید ولی احساس میکنم بروکنم آقا، نمیدونم. آقا ببینید این رام کلینی که واسهتون میذارم آخر ویدیوشو نداشتم چون کلا تو کلیک میخواد، یه دونه میزنی حتی فول اسکرین هم نیست برنامه‌اش، یه دونه مستطیل کوچیک میاد میزنی رو اون پاک میکنه. چیز خاصی از گوشتون رو پاک نمیکنه، فقط مثلا چیزی که به درد نمیخوره رو پاک میکنه دیگه، مثلا چیزی پاک میکنه دیگه و آسیب گوشتون نمیزنه. مطمئن باشید من خودم ازش استفاده میکنم. اگرم گوشتون شیامیه اون چی بهش میگن، اون علامت جاروه رو کلا بنداز دور، اصلا به درد نمیخوره، اون هیچ غلطی نمیکنه، هیچ غلطی نمیتواند بکند. بله هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب آقا بریم سراغ ادامه ویدیو. خوشی چرا من دارم چرت و پرت میگم و حرف میخواید نزنم اصلا؟ آره آقا حرف نمیزنم آقا، ولش کن، حرف میزنم آقا، ویدیو من نمیذارم آقا. من آقا بذارید حرف بزنم آقا، تا اینجا من دوباره میگم حمایت کن آقا، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بالای سرم اومده. آقا راستی بگی تو ویدیو بچه به نظرتون این صدام خوبه یا صدام کلا عوض کنم؟ خیلی صدای مسخره ای آقا. بریم بچه اول بهتون آنتی لگا رو نشون بدم بچه. ایناست بچه اگه کیفیت بده براتون آخر ویدیو میذارم، شرمنده دیگه بعد گوشتون رو کش کنید دیگه آقا، مشکل چی بهش میگن یوتیوبه. میید اینجا بچه ها اد گیم رو میزنید و تو سرچ کالوس سرچ میکنید، کالوفا واسهتون پیدا میکنه همون اول دیگه و بذارید بیاد تیکش هم اینجا تیک، این گزینه‌اش رو روشن میکنید، بعدم میرید صفحه اول برنامه و بوست رو میزنید یا تمام. گوشی شما بچه ها روون میشه مثل هلو، اصلا میگی پشمام این دیوایس منه، گوشی منه، پشمات میریزه اصلا. آقا میای اینجا اینکه برنامه بچه این چیز خاصی نداره، شاید هم باش آشنا باشید چون معمولا برنامه معروفی من واسهتون آوردم. چی گفتم اصلا آقا؟ ولش کن، این برنامه معروفی آقا. در کل اینجا واسهتون کاز کردم، به رفیقم گفته بودم آقا اگه آنتی لگ چیز خوبی داری بفرست، میگفتم خودم از این استفاده میکنم. با گوشی رفیقم A12 تست کرده بودم دیگه، خودش هم A12 داره، با تجربه اومده اینو واسه ما فرستاده. آقا من خودم اینو رو A12 خودش تست نکردم دیگه، اینو خودش تست کرده دیگه، گوشی خودش قطعا دیگه چیز بد نمیده به من که آقا، من رفیقشم خیلی سرش دیگه. آقا اینجا اومدم اینا رو واسش سری این گزینه رو زدم سری، اینجا پر شد تموم شد. آقا بریم فایت آخر رو ببینیم و بعد عکس همه برنامه رو آخر ویدیو براتون میذارم بچا. ویدیو ریکوردره بچا، اسمش ایکس ریکوردر دیگه بچا. دید اول ویدیو کیفیتش خوب بود واسه همون دیگه نذاشتمش، نفسم گرفت. آقا بریم سراغ فایت آخر بچه‌ها. دو بار یار شماره دو بار یارم بنده خدا شماره 2 رو قربانی میکنم که خودم بتونم کیل بزنم. عجب آدم عوضی هم سریع هست مولا. آقا بریم اینجا. اول خواستم اونی که شماره 4 مونو زد و اول اینجا دیگه اسپیس کنم نشد، شماره 2 مون اومد اینجا مرد، من اومدم اینجا چون طرف اومدم اینجا کاور گرفتم، این که مرد بعد من زدمش. این جوادم بچه چیزشو برمی‌دارم فشاری میشه آخر من. اصلا ببین چی میگه به من داشت. به قرآن مجید فکر کنم من یه ماه یوتیوب زدم، به خدا یه ماه یوتیوب زدم و کلا فکر کنم 42 تا الان بیشتر ساب ندارم، ولی تو هنوز ساب نکردی که خانواده ما بزرگتر بشه. آقا بالاخره همینقدر که نمیمونه، خدا بخواد ما بیشتر هم میشیم. آقا چی دارم میگم اساس ویدیو فشار خوردن انمی اصلا آموزش ولش کن آقا. قرار بود فایت آخر ببینیم، نه غیر از اینه مگه؟ نه آقا شماره 4 مون بچا اینجا زدن، اینجا همون تیکی بود که اشتباه بهتون گفتم فکر کنم. آره اینجا من اومدم با اسنای طرفو بزنم، نگاه کن نخوردش. خب چرا من ایستادم آخه؟ این چرا تقصیر خودم بود دیگه آقا، این انگشتای احمقم تقصیر انگشتام دیگه، چیکار کنم؟ اینجا شماره 2 بچا دوباره قربانی میشه، البته نمیمیره، شاید بمیره نمیدونم، یادم نیست ببینیم میمیره یا نه. بریم اینجا بچا، نفر اول دمیج، نفر دوم میزنی وان شات، نفر این جواد است بچا. نگاه کن چی میشه، فشار میشه بنده خدا، فشار نخور خوشتی. حالا واسه اول اکسش ببین چه برنج وان شات میکنه، کاش اتچمنتشو برمی‌داشتم. ببین چی میگه الان جواده. داداش من یه ماه یوتیوب زدم، چجوری منو میشناسی آخه؟ خوشتیپ نمیدونم والا. آقا مرسی تا اینجا ویدیو نگاه کردی، لایک کامنت و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. این هم عکس برنامه ها.